الحمد لله رب العالمين. صلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، برادران عزیز و هموطنان محترم، خدا را شکرانه میکنیم که من و شما را باز با توفیق و هدایت، با بندگی، با روزه داشتن و نماز خواندن و دعوت در خانه خودش پذیرفت و قبول کرد. در این شب‌های مبارک رمضان برای گذشتگانمان دعا میکنیم که خداوند تمام گذشتگان من و شما را رحمت و مغفرت و شایسته جنت کند، زنده را زندگی با بندگی نصیب کند. پروردگار و امنیت و صلح و ثبات کشور ما و شما را همیشه برقرار نگاه بدارد. بیماران را شفای کامل و عرض و آبروی مادران و همسران و دختران من و شما را پروردگار را حفظ کند. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم برحمتك. برادران عزیز، صحبت در سوره آل عمران رسیده بودیم. چیزی از سوره بقره گفتیم و در آل عمران رسیدیم. چون هر وقته اگر ما هر سوره را با اون مفهوم و مضمونی که نزول اون سوره هست اگر بیان کنیم، ما اون را رسانده نمیتوانیم. و قریا علکه سوره نساء هم گذاشتن. بنابراین سوره آل عمران از سوره های مدنی هست، دارای 200 آیت و 20 رکوع هست. وقتی که عمران در قرآن ذکر می شود، بعضی از مورخین حیران میشن که این کدام عمران است. چون که عمران در قرآن یا در اسلام 2 تا عمران داریم ما. عمران پدر حضرت موسی و هارون، اونم عمران هم داشت. و این عمرانی که این سوره ما در بیانش هستیم، این عمران پدر مریم هست. مریم مادر عیسی علیه السلام. اگر یک کمتری در این سوره ما و شما اگر تدبر و تأمل کنیم، این سوره زیادترگی از توحید و از اسلام صحبت میکنه. مثلا ابتدای سوره میگه که الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم. از اینجا سر میشود. تقریبا در همین سوره اگر حساب بکنیم 5 مراتبه کلمه توحید ذکر میشود. بنابر همین هم بازم این سوره به نام سوره توحید نشد. یا اینکه سوره آل عمران از اون سوره های قرآنی هست که کلمه اسلام در این سوره به نهایت ذکر می شود. مثلا بعد این سوره نساء هست، شما ببینید که از ابتدا گفتیم که الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم که کلمه توحید ذکر می شود. 5 مراتبه در سوره آل عمران میاد. در سوره نساء من و شما گوش کردیم قاریا خواندن 1 مرتبه کلمه توحید ذکر می شود. ولی هم که سوره نساء هم سوره از اینکه 7 طوال است، از اون 7 سوره که درازترین سوره قرآن است. همین چونین در نفس همین صحیفه لا اله الا هو العزیز الحکیم جای دیم ذکر می شود. شهید الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط. در این آیه 2 بار ذکر می شود. تا آخر سوره آل عمران مثلا من مختصر گفته بگذارم 5 مراتبه کلمه توحید ذکر می شود. با وجود این سوره آل عمران سوره توحید نامگذاری نشد. حکمت در چی است من بیان میکنم، یا بالاتر میگذاریم. یا اینکه کلمه اسلام در این سوره نسبت به تمام سوره های قرآن زیاد ذکر میشه. مثلا میگه که ان الدین عند الله الاسلام. در یک جای دیگه میگه ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دین فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرین. یا اسلمت وجهی. کلمه اسلام در این سوره با کلمه توحید، چون که معنای اسلام استسلام است، یعنی انقیاد، تسلیم کردن، مع توحید با همراهی یگانه بودن، یکتا دانستن الله که هیچ معبود جز پرستش نیست مگر اون الله حق. با وجود اینکه در این سوره 5 مراتب کلمه توحید میاد، یگام سوره نام اسلام
دین اسلام. قد این سوره زیاد آمدگی نیست، نه که این سوره به نام سوره اسلام نیامد، به نام سوره توحید نیامد، به نام سوره آل عمران آمد. قرآن در یک جا میگوید که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. الله تعالی حضرت آدم، حضرت نوح، خانواده ابراهیم و خانواده آل عمران را بر عالمیان فضیلت بخشید. چرا این سوره به آل عمران نامگذاری شد؟ با وجود گفتیم در این توحید است، در این اسلام است، به خاطر اینکه این سوره را قاریا خواندن، من و شما گوش کردیم، زیاده از 100 آیت این سوره حوار نصارا مع نبی را گپ میزنه صلی الله علیه وسلم. یعنی صحبت نصرانی ها را در 100 و چند آیت بیان میکند که اینا می آمدن خلل در میان ایمان آوردن نصرانی ها به اسلام بودن. اینا دعوا میکردن که عیسی علیه السلام ابن الله است، فرزند خدا است. خداوند این سوره را به نام آل عمران، خانواده عمران گذاشت که ای نصرانی ها، ای مسلمانان دنیا، این هم به مانند شما از یعنی اصالت همین فرزندان آدم است. همچنان که شما خانواده دارین، عیسی هم خانواده دارد، این خانواده آل عمران است. برای همین این سوره نامگذاری شد آل عمران، که یعنی حضرت عیسی خانواده دارد. بنابراین برادران عزیز، شما میدونید عمران و زکریا علیه السلام اینا رفیق بودن، هر دینا امام بودن، امام مسجد بیت المقدس ده. و عمران از یک خانواده زن گرفت، بنا اون دختره حینه نام داشت، حینه بنت فاقود. وقتی که اون را میگیرد، خواهر زن اون را زکریا میگیرد. اینا هر دو رفیق بودن، امام بودن در بیت المقدس. لیکن عمران یعنی پدر مریم، مادر حضرت عیسی، بابای حضرت عیسی بگیم عمران، این در نزد مردم قبولیت زیاد داشت. قبولیت، محبت، دوست داشتن غیر اختیاری است. باز یک آدم یک جا میرود، هر اداره‌ای که میره از اونجا چند آدمی است که برایت خیلی معقولن، خیلی پسندن. ولی یک انسان پیش داملو میاد، میگه که داملو میگه فرزندار یک شب دیگه خیلی دوست میداری، پیش خدا جوابگو نیستی. در این حالت جوابگو نیست، چون که محبت غیر اختیاری است. خداوند در غیر اختیاری مکلف کردگی نیست. لیکن وقتی که حیاتی، وقتی چیزی برای بچه‌ها میکنی برابر بکن. برای دختران برابر است در زندگی. 100 سوم بچه 100 سوم دختر است. او بعد مردن در میراث دخترها 50، بچه‌ها 100 میگیرن. در حیات اینا برابرن فرزندان. اما محبت و دوست داشتن غیر اختیاری است. در این گرفت نمیکنه خداوند. به هر حال عمران و زکریا علیه السلام اینا در بیت المقدس امام بودن. حینه بنت فاقود وقتی که عمران میگیرد، خواهر او به نام عیسی اون را زکریا میگیرد. وقتی که عمران مریم در بطن حینه است، در بطن همسر عمران است، عمران از دنیا میگذرد. وقتی که عمران از دنیا میگذرد، مردم زکریا را امام کلان مسجد میگذارند. و زکریا میگوید که این یتیم به نام مریم، شما میدونید که در قرآن عظیم و شان یگانه اسمی زنی که ذکر شده است مریم است. هیچ زن به نام صراحتا امرأت فرعون، ام موسی، یعنی اشارتا آمدگی است. امرأت عمران آمدگی است. نه که صراحتا مریم. تقریبا 34 جای قرآن ده مریم ذکر میشد. مریم معناش این کلمه عبری هست، خادمت الرب، خدمتگزار پروردگار میشد معناش. یعنی یگانه زنی که اسمش در صراحتا آمده مریم است. میگه وقتی که عمران از دنیا گذشت، این مریم یتیم کلان میشد. میگه در خشت تبارای اون طرف، خشت تبارای مادرش، اینا در دعوا خستن که کی این را کفالت میکنه، این یتیم کی نگاهبون میکنه. میگه زکریا علیه السلام گفت که من این را میگیرم کفالت چه، و همسر من خاله این است، الخالة در حدیث آمدگی که خاله مادر است. این خالش نگاهبون میکنند، ما نگاهبون میکنیم، اونا قبول نکردن، گفتن قرعه کشی میکنیم. اینا مختصر شما ببینید که وقتی که پیش از نماز تراویح صحبت است، دیگه داملو نمیدونه چگونه صحبت کنه که باید جای برسد. هیچ حدیث، هیچ قصه پرا نمیشه، وقتم کم است. به هر حال میگه وقتی که اینا قرعه کشی میکردن، زکریا علیه السلام در قرعه کشی شرط را میخل گذاشت که اینا می آب دیدین، گفت بله
گفت قلم ها را میپرتویم، قلم کسی غرق نشید امون کودکان نگاهبین میکنند. حالا که قلم از چوب میشود، شما میدونید که قلم تگی آب نمیره، چوب دیگه زیر آب نمیره، لیکن شرط هم خیلی بود که قلم کسی غرق نمیشود، زیر آب نمیشود، اون کفالت گولک میگیرد. وقتی که قلم ها را پرتافتن، از زکریا بالای آب دایستاد، از اونها هم زیر آب رفتن. دیگه اونا گفتن این نشانه خدا است، دیگه ما چیزی نداریم. زکریا علیه السلام گفت. لیکن مادر این همسر عمران این حینه بنت فاقد بسیار زنی با خدا بود. وقتی که مریم در بطنش بود چی گفت؟ ربی اینی نظرت ما فی بطنی محررا. ای الله گفت اون چی در شکمم دارم گفت برایت نظرش کردم. محررا یعنی مخصصا للعبادت، ما را خاص برای عبادت، در امور دنیا استفاده نمیکنی فرزنده. تولدش کی کردم گفت نظرش کردم برای تو. وقتی که تولدش کرد گفت اینی وضعتها انثا. ای خداوند گفت من خیال کردم بچه ایرا من دخترک تولد کردم. من مسجد باید بگذارد، حمایه و خدمت مسجد بکند. قصه مختصر شما میدونید که زکریا علیه السلام او را بردن در اونجا خانه درست کردن، در اونجا ماندن این دخترک و در اونجا هر وقت زکریا میخواست عبید بره یا اوژن بره به گفته خدمان، هر وقت میخواست طعام برد پیش مریم، همین میرسید که طعام هسته اونجا، میرسید که میوه هسته اونجا. یک روز گفت که این لکی هذا، ای مریم اینا ای کجا میآیند؟ کی از پیش ما گو میارد؟ گو هذا من عند الله، اینا را الله میفرسته. الله تعالی بخواه هر کسا بغیر حساب، بدون حساب کتاب میتگو. اونجا بود که زکریا برگشت. زکریا فرزند نمیافت، محراب رفت، دعا کرد، نماز خواند. الله تعالی گفت یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی مصدقا. ای زکریا گفت خدا را گفت دیگه فصل نداشته، در زمستان رفتیم انار تازه پیش مریم، گفت ما پیرم شده باشم مرا فرزند بده. یا زکریا نحن نبشرک بغلام اسمه یحیی مصدقا. گفت در اون محراب بود که صدا آمد، جبرائیل آمد که ای زکریا خداوند تو را بچه میته به نام یحیی است. تقوای این خانه، للهیت این خانه سبب شد برای نبی از انبیا که اونم صاحب فرزند شود، اونم مخلصانه دعا کند صاحب شود. دعا میکنیم اگر بتونیم چیزی در سوره آل عمران میگیم، نتونیم سوره نساء میگذاریم، چون که ما همین قدر مختصری درباره سوره ها میتونیم شما را چیزی بگیم. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله.